یو بچه‌ها چطورید؟ امروز قراره بریم میتینگ قدیمی ترین کلن ایران به اسم هکس. بریم ببینیم که چی در انتظارمونه. فعلا یو آقا آماده شدیم بریم میتینگ حضوری کلن هکس. برو بریم. سلام به بچه هکس خفن. آقا اومدیم داریم میریم پیشتون با عمو سپی. ما تو راهیم، داریم دیر میایم ولی تو راهیم با تیشرت هکس ها. من دیگه دیدم خیلی دیر میشه، لباس هکس هم پوشیدم. این خیلی گرمه، یه لباس جدید قرار بود بگیرم که دیگه همینو پوشیدم. دیگه نزدیکیم، داریم میرسیم. ما رسیدیم. نمیدونم آشناها کجان و بچه ها کجا رفتن. بگرم پیداشون کنم. سلام. یکی رو من بگه سلام. من علی تو جدیه. کارم بیده از من نگیر. خاموش شد. خاموش شد. شانشم سلام. چه شده؟ صدایی فرشته یه سیپای من. آقا دور بیره. اسکم شد فکر کنم شد. تلاشمو کردم. به من که تیشرت ندادم، خودم مقاله رو حساب کردم. به این کاستوم بده میخوام برد.
من هر کیو عشقی رو توی بلاگ هکس قهوه براش فرستادم. رکورد شده؟ نه شارتی جیبی کردم لنگان گله گله فوت کن عزیزم، فوت کن یک ایران دو جهان این تو برنامه It's a gift to be used for the good of mankind. A privilege. چیزی توش نداره این مورد سه برو آی سه برو وایس نمیخواد بیاین بیا دیگه سریع اینجاشو بیا وایسی خودشو وایسی میکشیمت بالا آقا من صدا ندارم بیاین بابا چرا نمیای پشت من چرا باید پشت من نخوره 1 2 3 پشتتون آقا من درگیر منطقه دوستم شما میزنید ایشان داداش سیمی شده باشه بیا من دیگه هم داره برداشت میکنه مهدی آقا این چی کرده؟ کفش اومده آقا مهدی چه ورزشکاری
آجی امیروبر اینجا هم اسکم کرد با کفش اومد آخرش پس آن پله میاد نکن برگرد دیره آقا من وای میستم رو این نفر اول اسپرس برو جلو چی شد؟ برو جلو چرا میشه ببین تا من دکتر زدم پله من نمیرسید 3 2 1 برو اسپیس رو فقط بزن برو باشی نگردش نمیاد آقا داداش بیا چین من نمیذاره آقا داری جلو میری گانزو منو داری میکشی نمیتونم بپرم منم داری میکشی بذار من برم جلو آقا من بیا برو برسی اسکیرت برو بپر بگیری آها شد کدوم بچه چرا میپرین الکی انقدر کانتنت دایرکتور داره منیج میکنه اومد برو گیر کرد آقا الو میدونه حفظ گیر کرده آقا همین الان اومدیم بیرون از بوکسینگ گیم خیلی حال داد بچه‌ها چسبید دمتون گرم واسه لباس و اینا عشقید چاکری بوس به کله همتون که دارید ویدیو رو میبینید بای بای